سومته دهکده کوچکی با 102 نفر جمعیت در ایالت نیدرزاکسن آلمان است. این دهکده قرار است به زودی پذیرای صدها پناهجو باشد. تاکنون بخشی از فضای لازم برای اسکان پناهجویان آماده شده و قرار است تا چند هفته آینده کار ساخت و ساز و تجهیز اردوگاه در فضایی با 4000 متر مربع مساحت به پایان برسد. مدیر این مرکز با بیان اینکه اتمام کار در مدت کوتاه چالش برانگیز است میگوید اگر فکر می‌کردم نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم این مسئولیت را قبول نمی‌کردم. ما اینجا همه با هم خیلی خوب کار می‌کنیم و این مشکل را از سر راه خواهیم برداشت. تعدادی از پناهجویان هم از سایر اردوگاه‌های پناهندگی به این شهر کوچک آمدند تا در ساخت و آماده سازی مرکز جدید کمک کنند. محمد روحی پناهجوی سوری از جمله این افراد است. او میگوید من به اینجا آمدم تا زندگی جدیدی بسازم. دوست ندارم بیکار باشم. میخوام کمک کنم چون دور و برم همه در حال کمک کردن به ما هستند. بنابراین فکر میکنم من هم باید کاری انجام دهم. این کمترین کاری است که از دستم برمیآید. پیشتر قرار بود 1000 پناهجو به این دهکده کوچک فرستاده شوند، اما در پی اعتراض ساکنان این تعداد به 750 نفر کاهش یافت.